خیلی ساده. انار مشفی. مشفی یعنی کباب شده در طب سنتی. انار مشفی یعنی انار کباب شده. الان خدمتتون توضیح میدم، اما خلاصش همون سیب زمینی زیر آتیشی خودمونه که سیب زمینی مینداختیم داخل آتیش، بعد برمی داشتیم میخوردیم. اگر که انار رو بندازن داخل آتیش کباب بشه، بذارن گوشه ای تا خنک بشه، شب بخورن، مخصوصا شب، و فقط پوست انار رو نخورن. یعنی همه رگه های داخلی، پرده های داخلی و دونه هایی که جوشیده رو میل کنن. حدوداً 20 دقیقه بایستی بجوشه. خواهند دید فردا صبح که از خواب بیدار شدند، خواهند دید که چطور این عفونت ها در بدنشون ریشه‌کن شده. مثلا برای زن باردار که ما نمیان چرک خوشگل شیمیایی تجویز کنیم، که انار مشفی تجویز میکنیم. بعضیا میگن خب من وسط شهر زندگی میکنم، چطور انار مشفی، انار رو آتیشی بخورم؟ میگیم یه دونه شعله پخش کن، بایستی بذارن روی گازشون، با شعله کم انار رو 20 دقیقه روی اون قرار بدن تا درون خودش انار بجوشه. هر از گاهی هم اونو بچرخونن. این هم میشه همون انار مشفی. وقتی که خوردند، چرک‌های درون بدن آنها همه منهدم خواهد شد. چه عفونت‌هایی که بر اثر سرماخوردگی باشند، چه بر اثر گلودردهایی باشند، چه برونشیت‌های مزمن باشند که مربوط به ریه میشه، و چه گوش دردهایی باشند، همه اینها با همین انار کباب شده به سادگی از بین میرند. خب این نسخه رو بدید به دوستانتون و ثواب جمع کنید.